دیروز یکی از خواهرها برای من میگه، گفت من بچه را برای من پیش کردن که تو را وقت لوز داده، بعد از من سوال میکنه که دخترم تو را در فلان میدیم. گفت من گفتم که پدر من خوامیق حق داشتم که لا اقل امی بچه را ببینم دیانتش چقدر است. ما زندگی با حجاب میخوایم، ما زندگی زیر قوانین اسلام میخوایم و تو شاید مرا به کسی پیش میکنی که او آدم نعوذ بالله قطع فطرت و طبیعت ما قطعا مخالف باشه. ما خواهری را سراغ دارم که برای ما گفت مولوی صاحب شوهرم برای ما میگه که تو باید قولایت لج باشه، حتی در بیرون هم باید برایی. من نمیره خوش دارم. گفت چطور زندگی کنیم، چطور ما زندگی ما جور شود؟ ولی با تاسف این مردم ما که کتاب الله تبارک و تعالی را یک روز برش ننشسته، از هدایت ارزنده الله تبارک و تعالی گویی نداره که من چه قسم اولاد خدا زندگیش جور میکنم، چی بچه باشه و چی دختر. این مسئله یک روز یک ساعت نیست. شاید تو یک میمانی خیلی چرب و لکس خورده باشی و چند کلمات خوش آمد و پیش آمد امو دامات دیده باشی، اما آگاهی نداری که دختر من یک عمر قطع ازی زندگی میکنه. خوی و اخلاق ای آدم، دیانت ای آدم به کدام سیستم است، چه قسم است؟ از امو خاطر بیشتر مردم توجه به چی میکنه؟ توجه به مادیات دنیا میکنه، کشف فش دنیا را میبینه. سعید ابن مسیب رحمه الله بزرگ تابعین است، شخصیتی است که در اسلام از جمله فقها شمرده شده، محدث شمرده شده. بچه پاچا دخترش خواستگاری میکنه لیکن نمیده، اما به شاگرد خودش برش میگه زنش وفات کرد، در غمگین است، در درس حاضر نشده، خیرت است، کجا بودی؟ او میگه اینی طور زنم وفات کرده. سعید ابن مسیب قطعی زن خود مشوره میکنه فلان شاگردم زنش وفات کرده، خانش خراب شده و شخصیت مناسب است، علمیت داره، تقوا داره، اخلاص داره. این قسم شخص موضوع نخواد به دختر خود دیگه پیدا کرده بتانیم، خود پیشنهاد میکنه برش دختر میده. اما امروزی گپا وجود نداره. با دختر مشوره کرد، دخترم اینی قسم گپ است. دختر میگه چیزی که شما رضایت میبینی. دختر کدام دختر است؟ از نگاه جمال اول لنبر است، از نگاه علم اول لنبر است. روزی که شوهرش میخواد که بیرون برش میگه کجا میری؟ گفت برم در حلقه درس پدرت بشینم برای تحصیل علم. گفت چیزی که پدرم برات میگه اینجا بشی که ما برات بگویم. امروز کجاست؟ امروز هم احساس و شعور کجاست؟ ما و تو مسلمان چرا این شعور اسلامی خدا گم میکنیم؟ چرا خدا میبازیم؟ چرا زیر تاثیر سر و صداهای پوچ مردم میرویم و از خود دفاع کردن نمیتونیم؟ با وصفی که عقل سلیم داری، دین اسلام قواعد خوب میدانی، چرا تو زیر تاثیر میری؟ ما چی میگن؟ ما عروسی را در هتل میگیرم، سازنده را میارم. چرا؟ بزرگترین شبهه و اعتراض از یا ایست مجلس عزاداری خونه است، مجلس غم خونه است، شادی است، خوشحالی است. مجلس خوشحالی چی تقاضا داره؟ اما چیز برای تو روا شود. خودتان در این مورد قضاوت بکنی، قاضی شوی. انصاف در دست شما که کدام توی در هتل میشه. شما را به الله قسم الا ماشاء الله، به جز از اون مردمی که میره سری هتل والا میگه شرط میمانه که گارسون در اونجا نروه. ما افراد خود داریم، نان در زنا خودش ببره. در غیر از او در هتل کدام حالت میگیر که هیچ ساز و سرود هم نباشه. اگر ساز و سرود باشه به کدام رونقی که زنای ما میروه آرایش میکنه، لباس میپوشه. تو را به الله قسم که در عمرت امی زنت بری تو امی قسم زینت کرده، امی قسم آرایش کرده، امی قسم لباس در خانه برای خوش کردن تو پوشیده، در حالی که تو تقاضای ازیره داری. و زن باید امینجا اطاعت شوهر خدا بکنه، خود نکرده. خیلی چرا ما تو زیر تبلیغات مردم میرویم؟ الله برات میگه بخوره بنوشه. مسئله خوردن نوشیدن امر ضروری و امر طبیعی انسانی است. زندگی پیش نمیره، حیات انسان باقی نمیمانه. اما قرآن کریم برای تو حد گذاشته، برای تو میگه ولا تسرفوا، اسراف نکن. اسراف چی را میگه؟ آن چیزی که از حد اضافه میشه. از حد اضافه دو قسم است. یکی که آنقدر ضرورتی که تو از تو را خوردی دیگه هم شروع کردی او میخوری، در حالی که وجود تقاضای خوردن نمیکنه. این را اسراف میگه. دوم
ضرورت تو تکمیل میشه توسط یک نوع طعام، اما تو 20 نوع طعام برابر کردی. بعد از گذاشتن قابه های طعام از یکیش از دیگیش فقط دست بزن، یک لقمه را وردار. شما خود مشاهده میکنید در هتل‌ها چی طعاما، برنجا، گوشتا، همه گپا دست خورده پس میره در زبالدانی ها، در حالی که در وطن ما یتیما و بیوه ها به نام الله تبارک و تعالی 1 روپه و 2 روپه را از تو سوال میکنه، خود تو برش قایل نیستی. وادعوا لإخوان لكم قد شدهم قيد العدو بسجنهم فتصبروا إن تذكروهم فالدعاء